حکیم عرب میگه لیس الفتا من قال کان ابی ان الفتا من قالها انا ذا. جوانمرد کسی نیست که بگه بابام فلان کاره بود. جوانمرد این که بگه من اینم. تو چی هستی؟ هنر خودت چیه؟ این تعریف بابات بکنی. تا کی میخوای تعریف بابات بکنی؟ بعضی میخوان تعریف انسان مسلمان خوب. حالا این تعریف نگاه بکن با تعریف خدا نگاه کن. میگن آدم خوب تو جامعه کسی است که نمازش میکنه، روزش میگیره، تلاوت قرآنش میکنه، ذکرش هم میکنه. تا اینجا خوبه. نمازش میکنه، روزش میگیره، تلاوت قرآن میکنه، ذکر میکنه. مورچه زیر پاش له نمیشه. تا اینجا هم خوبه. اما کاری به خیر و شر جامعه نداره. دور از شطور بخواب، خواب راحت کن. کان الله غفور الرحیم. تمام شد رفت. دور از شطور بخواب، خواب راحت بکن یعنی چی؟ شطور آمده تو خونه، موبایل آمده زیر پتو و لحافه دختر و پسرمون. میشه دور از شطور خوابید؟ میگه 100 سال پیشی که دور از شطور بخوابی خواب راحت میکنی. چرا گفتن دور از شطور بخوابه؟ یعنی جایی که محل خوابیدن شطوره. اگر بخوابی شطور دست و پاش بلنده، جسمش هم بزرگه، یه وقت خودشو تکون بده شاید تو سرت بخوره. شاید زیر دست پای شطور له بشی. شطور شب بلند شد، تو هم خوابیدی وسط شطورا. کاری به خیر و شر جامعه نداره، سرش تو لاک خودشه. آدم مظلوم، مؤمن، خجول، شرمون، همیشه داره ورد میکنه، ذکر میکنه. اصلا یه چیز بگم، شاید اولین بار باشه برای شما که بشنوید. علمای بزرگ میگن مسلمان و مؤمنی که هیچ هنری و هیچ کاری برای پیشرفت یک جامعه اسلامی نداره، هیچ مسئولیتی نداره و هیچ همکاری نداره، دیگه دستش از همه جا بنده و کوتاه، میاد تو مسجد فقط نماز میمونه. الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. حاضر نفس تو برای الله بفروشید؟ خانواده تو بفروشید برای الله؟ الله مشتری است. مال تو خدا میگه ان الله اشترا یعنی خرید، مشتریه. خداوند مشتری جان و مال و خانوادته. انفسهم و اموالهم. که حاضر با الله که مشتریست معامله بکنه. بأن لهم الجنه. در مقابلش بهشت براشونه، بالاتر از بهشت. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. پروردگارتون در بهشت فردوس میبینید همونطوری که ماه شب بدر میبینید، بدون هیچ ازدحامی. للذین احسنوا الحسنى و زیاده. نعمتی بالاتر از بهشت دیدار خداست که وقتی خداوند متجلی میشه این پرده حجاب رو بلند میکنه، یک پارچه نوره. سبحان الله. الله نور السماوات والارض. اونجا دیگه بهشتیان، حور بهشتی و نعمتهای بهشتی و انهار بهشتی و درختهای بهشتی و میوههای بهشتی و قصرهای بهشتی همه رو فراموش میکنن، مات و مبهوت میشن در مقابل این همه جلال و جمال. برای خودتون قیمت پایین نزنید. الله خریدار شماست. وقتی با الله معامله نکردید دیگه اونجا بیرون ایستاده ابلیس. مواد مخدر بهت میده تو رو میگیره، مشروبات بهت میده تو رو میگیره، زنا بهت میده تو رو میگیره دیگه. وقتی این همه انسان ذلیل باشه، قیمتش با این باشه که دیگه حاضر نشه با الله معامله بکنه، باید بره با شیطان معامله بکنه.
کالا و متاع شیطان دیگه مواد مخدر، زناست، رواست، ظلم، فحشاست. یه سفری چین بودم، دوستان تاجر افغانیمون از ایوو آمدن گوانزو که منو ببینن، یه 4-5 ساعتی با هم بودیم. گفت شیخ اگر بیاد ایوو ما 200 تا شرکت کلان افغانی داریم. گفتم این سفر خیلی محدوده، ولی پیام من به اونها برسون. هر شرکتی سالی 1 دانشجو رشته گاز، نفت، پتروشیمی، مهندسی عمران، مکانیکی، نمیدونم فلان، زبان، هرچی، هر شرکتی سالی 1 جوان با استعداد افغانستان، چه فقط این 200 تا شرکت هایی که تو ایوو هستن. هزینه و بورسیه بکنن، هزینه تحصیلیشون رو بدن. شرکت های افغانی که تو آلمان و انگلیس هستن، اگه هر نفرشون 500 تا شرکت، 1000 تا شرکت قطعا هستن. 1000 تا تاجر افغانی سالی 1 فوق لیسانس، 1 دکترا تو تخصصات مختلف، تو این 40 سال گذشته، 50 سال گذشته که جنگ بوده، اگر این کار میکردن الان 50,000 چه متخصص عالی‌ترین درجات علمی با زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان آلمانی. وضعیت افغانستان عزیزمون اینطوری بود.